سرکشی جان برد مستی خمارا کی دردی سرکشی جان برد مستی خمارا
نهالی دشمنی برکرد که رنجی به شمار آرد نهالی دشمنی برکرد که رنجی به شمار با کمال ادب و احترام و یک درود گرم به بیننده نهایت ذکی و تیزفهم و عزیز تلویزیون سفینه. تمنا میکنیم هموطنان عزیز که محبت ما و شما همیشه پایدار بماند، زیرا واقعا همه زحمت هایی که میکشیم به خاطر آن است که شما از برنامه های ما یک برداشت خوب کنید، حلاوت ببرید، غذای معنوی بگیرید، روحتان شاد شود، خستگیتان برطرف شود و دیگر همین است اجرای رسالت کسبی میکنیم. و این برنامه فضا است هموطنان عزیز که طریق افیر سفینه شما تماشا دارید و دوستان عزیز در مهمانی این شامینه ما هستند انسامبل آوازه‌داری بابای نباد از ناحیه رودکی که من شما را خیر مقدم میگویم. در پهلوی من نشستند گلمراد بایف کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان، همچنین سلطان مراد یاروف و المراد یاروف برادرای عزیز. عضویت همین خانواده دو برادر دیگر که واقعا این شام آمدن که برنامه فضا را یک رنگ و ریب تازه ببخشند و اکنون ما فرصت داریم که نخست اکوی گلمراد سلام و پیام و پیغام شامگاهی را به مردم به خش و تبار و به اون نفرانی که حال حاضر تماشا دارن برسانند. بسیار ما راندار و خرسان هستیم که امروز در این محفل زندگی اشتراک داریم با همراه شما صحبت میکنیم. این حالات برای ما خوشبختی است. من خواهان هستم که جمهوری ما اینجا امان باشد، ارزانی باشد، یک عرفانی باشد، دوستی باشد، هیچ وقت دستی کمو روی غم نبینیم، هم وقت سربلند و خوشبخت باشیم. یک عالم سپاس، تشکر زیاد. به نخست صحبت رو شروع میکنیم از آنه که کار رو از کجا سر کردید؟ خب چگونه شد که مثلا به میدان هنر آمدید؟ من از سن خردسالیم وقتی مکتب میانه میخوندم، از سال 66 ما مکتب میانه تمام کردیم. اون وقت ناحیه لیلین مکتبی قشلاق شعبده مکتبی 11 ساله بود. علاقه همسنی یوشی من یک مهر محبت نسبت به سنت داشتم، رباب می نواختم. ما مکتب در کورس خود اشتراک میکردیم. موقع شرایط همون دور سردایی چی بگیم مکتبی میخوندیم. بچگی مکتب چی بدیم. بخواه اوستا این سال رفتن گیری بعد کلانتر شدیم. حافظه‌ای که در رادیو میخوندن شوق هست که در دل بود همون سرده که کم کم گوش کرد از یاد میکردیم، زمزمه میکردیم. بعد سال 66 تمام کردیم. یک سال من در یک آموزشگاه تکنیکی اول خوندم، یک سال کار کردم، بعد به آموزشگاه مدنی روشننمایی ناحیه رودکی داخل شدم. اونجا رو سال اخیر 70 تمام کردم. با راحت وزارت ما روی کردن کار به سوخت ناحیه ظفرآباد. 3 ساله مجبورن باید کار میکردیم برای اونجا کادر نمیرسید. هر رفتیم ما یک سال در یک خانه مدیریت کار کردم در اونجا. بعد اینجا پدر ولی بودن آیله دار کردن، آمدیم توی گذروندیم دیگه. معلوم بود که باید من بیام کدام اونجا دیگه برای که خیلی رشد گرچند دیگه راهبری مدیر شعبه مدنیت من جواب نمیداد، دیگه برای خونه داشتم که من در اونجا کار کنم. و پدرم وزارت مدنیت آمدن، وقت مدنیت بود، یک سرگی نظر مدیر شعبه کادرها بود. هوای کتی خیلی کردن کار کردم، من از اونجا آزاد کردم آمدم. بعد به ناحیه رودکی کار رفتم، خانه مدنی ناحیه رودکی. همون سال‌ها که انسامبل عالیمو باید داشت. این دو درون به اساس کمان شدن، اینا بعد کم کم آموختن دادم. و ببینید که مثلا از برادران خب اکوی المراد طبیب هستند، ولی
چون گفتید که پدر البته کارمند مقامات حفظ حقوق بود ولی سرود میسراید و اون تاثیر گمان میکنم همون هنردوستی پدر بود که به شما گذشت و این کس طبیب شد ولی هنوزم اسباب اکاردیون مینوازد خیلی زیبا خیلی واقعا در یک سطح چی بگم در یک سطح متخصص و بسیار خوب است و این برادر دیگری ما هستن اکای سلطان مراد که اینا آموزگار هستن. خب بیاید با شما یکم صحبت کنیم که کجا آموزگار هستید و بند چی کار هستید؟ مهر صنعت نیز از پدر از برادرو با ما گذشت و ما هم بعد ختم مکتب میونه حجت‌های سپردیم به دانشکده مؤسسه دولتی تعلیمی به نام میرزا ترسونزاده. سال 80 ختم نمیدیم 14 سال در مکتب میونه کار کردم من معلم سرود. بعد از اون اومدیم سال 89 کنکورس شد دانشکده آموزگاری شعبه موسیقی آموزگاری بود همونجا متاسفانه داخل شدیم گذشتیم از کنکورس و تا سال 2003 در اونجا کار کردم. یک سال دیگر در وزارت فرهنگ جانشینی شعبه کادرها بودم. 5 سال دیگر جانشینی سویت قشلاقی اسپچک بودم جانشینی رئیس سویت قشلاقی اسپچک بودم و از سال 2008 در دانشکده هنرهای زیبا به نام میرزا ترسونزاده دانشکده فرهنگ و صنعت از معلم عادی باز مدیر کافدرا دکانی فاکولتت و حاضر خوشبختانه به نفقه بر اومدیم لیکن حاضرم فعالیت آموزگاری دوام داده ایستادم در فاکولتت موسیقی آموزگاری. تشکر. خب ترانه نخستین رو خوندید نام داشت درخت دوستی این رو کی آهنگ بسته است؟ خودتون؟ بسیار خوب. اکنون ترانه دوم چی نام دارد؟ یاد پدر. یاد پدر. این ترانه را کی آهنگ بندی کرده است؟ این هم ما خودم اکو چی بگم هم آهنگو کم بودو ما کم تغییر انداخته بکنیم سرود خوندیم. بله. من مطابق کردم. بله. سرود مال کی است؟ جانی بیک. یاد پدر جانی بیک. خب بیننده های عزیز ترانه دوم رو میشنویم بعدا برمیگردیم باز با صحبت. در تو غم
بر دوش می برداشتم گزینده می بود این زمان بر دوش می برداشتم نقل و نوایی خویش را بالای کف می داشتم نقل و نوایی خویش را بالای کف می داشتم فرزندها دارد عزیز یکون گفتاری پدر فرزندها دارد عزیز یکون گفتاری پدر تا کی نگردد یک زمان در زندگی ماری پدر تا کی نگردد یک زمان در زندگی ماری پدر پاکیزی اندامی شما خود را جوان بینید مدام پاکیزی اندامی شما خود را جوان بینید مدام باور کند که در جهان دارد نشانی بر دوام باور کند که در جهان دارد نشانی بر دوام اگر کنم یادی پدر بر لرزنی آید دلم اگر کنم یادی پدر بر لرزنی آید دلم گویا که لرزان می شود عرش و بوسندی منزلم گویا که لرزان می شود عرش و بوسندی منزلم عرش و بوسندی منزلم از اکای گلمراد میخوام بپرسم که در آماده کردن ترانه ها برادران به شما کمک میرسونن و یا هستن باز شاگردان و یا کسای دیگر؟ همون انتخاب میکنیم با برادر با مصلحت میکنیم یک جا مشق میکنیم اگر معقولیت اون خیلی نمیکنه هر کس فکر خوش میگه یک فکری معین میبینیم با هم سرود زمان که میخونیم. بله. خب سرود یاد پدر رو خب چند روز آماده کرده؟ چقدر وقت صرف شد؟ خیلی سال باید داره درسته که بگم من همین تلویزیون رو تماشا میکنم و این میبینم درباره پدر قریب کمی درکم است. خب بیشتر با کدام موضوع ها شما تلاش میکنید که چنگ بزنید سرودخوانی کنید؟ روستی گپ من هم چیزای سبک هیچ وقت نخوندیم قریب. از کدام شاعران بیشتر استفاده میبرید؟ حافظ، شمس تبریزی، امیر جونی بیگ، اترسون زاده، علایق. از شاعران کلاسیک و معاصر البته. معاصر. بله. خب چون ترانه رو آماده میکنید میسراید زمزمه میکنید خود رو چگونه احساس میکنید وقتی که یک چیزی نو تولید میشود؟ وقتی که آدم به همون سخن به خودش که معقول آمد و وقتی که آهنگ سوختی به اون کس گوش کرد و بها داد الکی حس میکنی که آهنگ انتخاب کرده من خطا نبوده است. اگه آهنگ در مطابق کردن به همون سخن. بله. مثلا هیچ وقت آهنگگیری یک سردی عشق خونی نمیشست بکن. بله. عشقی با آهنگ خوش دارد که باید چه آهنگ سبک میکنی این آهنگی که مثلا به همین مطابق شده گله که اگه فکر من دینه ممکن خیلی از چیزی فهمم میگم که همین آهنگی که من ساختم ببینم در همین سخنو مطابق بیان.
دوست دارم یعنی خیلی. چند ساله که در دانشگاه اگرری همچنین مدیر شعبه فرهنگ فعالیت کردید. خوب در چرابینی ها چگونه اشتراک میکردید؟ چگونه برنامه ها آماده میساختید؟ در دانشگاه روسیه من سال 78 ماه ژانویه به کار اومدم. همون سال سر کرد بین فاکولته وقت بوستون بود. این به هم معلوم بود بوستون و هر سال بین فاکولته بخشیده به هم روزهای تاریخی. مثلا بعضی روز تاریخی عضو می‌شدیم بین فاکولته. بعد با مدت مکافات می‌دادیم شهر یک خانوش ده امید هم خیلی عجیبه بود که خیلی صورت تنتنه بود. سلامت باشید. خوب ترانه سومی که حاضر اجرا می‌کردید این ترانه چی نام دارد؟ این ترانه مال کی است؟ این ترانه را کی برای شما آهنگ بندی کرده است؟ این آهنگ رو دیگه دوره یوش بودیم محکم زبیدالله خوندگی بود. همین آهنگ مانده مخول بود. همین شعر هم توری کردم خوندم. خب بیننده های عزیز ترانه سوم رو در برنامه این شومینه‌مون میشنویم و بعدا باز برنامه را ادامه خواهیم داد. خانه در عیش
پیام داد بردار در گوش فرو خواه تا در میان ندارد کس در جهان ندارد یک بنده هم چو زیرا ایشون تو شاعری کس در جهان ندارد زیرا ایشون تو شاعری کس در جهان ندارد کس در جهان ندارد کس در جهان ندارد سلامت باشند. تشکر. و اکنون عمر پربرکت خیش رو در راه صنعت و هنر صرف کردید، چون دوست داشته دیگر این جاده رو. و چی دریافت کردید از این دریای بیکنار؟ برای خود یک لحظه خرسندی، آبرو و احترام. احترام بین مردم. بله. خیلی ببینم این صنعت چیزی خدا داده است. این نه خریده میشه نه خواندن که حافظ میشم که اگر این وقتی در وجود نباشد و خدا در وجود نداده باشد هیچ وقت حافظ نمیشه. بله. این که شوق عوض کرده این کرده تا حوزه من گشتم من 30 سال من 75 پر شد خودم شوق دارم دادم. احترام داشتن به هنر، یعنی منظورم دوست داشتن هنر، زحمت کشیدن در این جاده فرد هنرمند رو موفق میگرداند به نظر شما؟ البته وقتی که هنرمند یک چیز ایجاد کرد و خوان اولی که مخلصان گوش کردن و یک کیفیت بردن الکی بله موفقیت میشد برای هم انتخابی هم سرودو برآمده. بله. خب چندین ترانه ها آماده کردید در ظرفیت چند سال فعالیت کاریتون؟ خیلی ترانه بسیار است. خرید ممکن از 300 زیاد باشد. اینجا الدرش هر خیلی است. نه خیلی قریب یک مال خودتون بازخوانی کردید هر گونه؟ خودم با حقیقت بعضی حافظه من پروفسیونالی مثلا باید گشته که خوندگی مثلا من اکی زفر مثلا میخوندیم اکی جربی که میخوندیم استادیم اما یکمین سر کردنی من همیشه باید از سرودهای از رادیو وقتی ما قشلاق زندگی میکردیم اونجا سوید نبود، رادیوی بطریگی بود، رادیو رو میخوندن رو هم سرودم رادیو گوش کرده از اون میکردم زمزمه کرده بول و میکردم میخوندم. بعد خب با روی خودم گفتم بعد با اساس با چه خودم انتخاب کنم با آهنگای خودم انتخاب کنم. بله. در رادیو چند ها آهنگای ما اولیو ما ثبت است. خب کجاها سفر کردید همراه مثلا انسمبل اولویتون؟ انسمبل اولی ما سال 86 انسمبل آزمونی انسمبل اولوی شد در چمکین قزاقستان رفتیم جای افتخاره گرفتن یامنیه بود در دوشنبه شد اکسورش ابدم برمد در تئاتر جوانان شد اینجا هم جایی بفرم گرفتیم انتخابنامه گرفتیم و جایی نمونه گرفتیم. سلامت باشین. تشکر. من نیز به همه شما سپاس میگویم برای دعوت ما رو پذیرفتن، آمده اشتراک کردن، ترانه خواندن، خاطر ما و خاطر بیننده ما رو شاد گردانیدن. با امید اونه که این آخرین صحبت ما سر همین سفره نباشد. باز با ترانه های جدید، با قصه های خوب بیاییم صحبت کنیم، سرودخوانی کنیم و برای پیشرفتی فرهنگ و صنعت و هنر ملت صاحب تمدن تاجیک خدمتگزار باشه. صحتمند باشد. و ترانه چهارم چی نام دارد این ترانه رو بگوید؟ این کجا و آن کجا. این کجا و آن کجا. ما وقتی دانشگاه اگراری کار کردنم یک 20 سال پیشتر بود یک معلمی ایرانی داشتیم اگرانم درس میداد و بسیار مردی سخندان سخنگو خیلی بود. بعد قطعا همین اون مرکوی معلم خیلی حافظه میکردیم و می اومد در میکشد بوی نویس مثلا در میکشد خیلی
همین سخنان همه آدم نوشتم آهنگ میکنی من گوش میکنم گفت بعد دنبال مردم میخونی بله. بعد همین آهنگ وای کردم همین آهنگی بود همین آهنگو تا حاضر من میخونم خیلی کسی که گوش میکنه مخول میکنه بله بله. مضمون سخن و مضمون بسیار وای دارد. خب ما اکنون حال حاضر سرود رو همراه بیننده ها میشنویم از شما. سلام از باشید. بار دیگر خوش آمدید به تلویزیون سفینه و همیشه خانه‌دارتون پر از نور و روشنایی باشد، تنتون سالم، شماتون بخیر، شبتان خوش. ترانه انجامی رو میخونند برادران عضویت انسمبل اویلوی بابای نبود. تا دیدار نوبتی. جان سوزند و اما این کجا و آن کجا، هر دو جان سوزند و اما این کجا و آن کجا، که جلا دام کجست و ابروی دلدار کرد، که جلا دام کجست و ابروی دار کرد، هر دو خون ریزند و اما این کجا و آن کجا، هر دو خون ریزند و اما این کجا و آن کجا. شب زیده دارن عاشقان، شب زیده دارن دوست، هر شب زیده دار، هر دو بیدارند و اما این کجا و آن کجا، هر دو بیدارند و اما این کجا و آن کجا. مردان پیر و دامنی دختری جوان، چهره مردان پیر و دامنی دختری جوان، هر دو چین دارند و اما این کجا و آن کجا، هر دو چین دارند و اما این کجا و آن کجا. خنجری شیری لیل و خنجری شاهی شهید، خنجری شیری لیل و خنجری شاهی شهید، هر دو بورانند و اما این کجا و آن کجا، هر دو بورانند و اما این کجا و آن کجا.
tutti nazif شهید tutti nazif زمزمی tutti nazif هر یک مردن و اما این کجا و آن کجا هر یک مردن و اما این کجا و آن کجا شکری مازندران و شکری هندوستان شکری مازندران و شکری هندوستان هر شیرینند و اما این کجا و آن کجا هر شیرین